خداوند تبارک و تعالی را پیغمبر علیه السلام دعا کردن در عرفات که تعداد زیادی مردم در حجة الوداع بود، سالی که آخرین حجی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردن و دیگر خداوند اون پسر به نزد خود یعنی بول خداوند روح پیغمبر علیه السلام از بدنشان جدا شد و دیگر نتوانستن به حج بیان. این سال حجة الوداع گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عرفات دعا کردن خدایا گناهان این حاجی ها را مغفرت کنید که از راه دور آمدن، از راه نزدیک آمدن، ولی من استغفر له الحاج و گناهان آن کسانی که حاجی ها اینجا آمده در حجشان دعا کردن گناههای برای مغفور، یعنی کسانی که نتونستن حج بیایند ولی یک خیشاش آمد، یک عمکیش آمد، پدرش آمد، باباش آمد در همین جا آمد در حج دعا کرد، خودش در لینینگراد یا در تاجیکستان رسول اکرم گفتن گناه اونا را میبرند مغفرت شد. بنابراین انشاءالله اونا که در حق ما دعا کنن این شرف است. در اون سرزمین مقدس در عرفات و در مینا گوش حاجی های برادر مانده دریافتشان مثل یک دعای خیر در حق ما شما کنن، این انشاءالله شرف است و ما هم انشاءالله در نمازها ما در حق این برادرای عزیزمان دعا کنیم، دعا رو فراموش نکنیم که انشاءالله در این سفر ساخت و سلامت و باطن صحت رفتن و با صحت سلامت برگشته بیاید انشاءالله. خب امروز دیگه روز عید از وقت شما رو بسیار نمیگیریم و نماز جمعه رو انشاءالله شروع میکنیم و برادرها حاضر خواهش کردیم که کسانی که میخوان با قربانی کنن گوسفند بخرن میتونن برادر ما قربانی برای کشتن و دیگه گوسفندا دارن. خیلی کسی با خواهش من باشه انشاءالله بعد نماز میتونه بیاید گوسفند خلق قربانی کنه. خداوند تبارک و تعالی همه شما را ببخشد و خداوند در این روز عید گناهان ما و شما و گناهان پدران و مادران ما و شما بخشید و الله تبارک و تعالی دنیا و آخرت ما و شما را به خیر و سعادت و این مسجد و تمامی مسجدها را خداوند از شر بدبینانش خداوند نگه دارد و خداوند همیشه مزین و زیبا با تلاوت و با عبادت و با ذکر و با یاد خدا باشد و خداوند در لحظه های آخر حیاتمان ما و شما از دنیا با نور ایمان ببرد و از شفاعت حبیبش خداوند ما و شما را وارث بگردد برحمتک یا ارحم الراحمین.